خانم‌های محترم، اگر این 3 نکته رو در ارتباط با همسرتون رعایت کنید، مطمئن باشید بر قلبش دارید حکومت میکنید. نکته اول، در هیچ شرایطی توی لحظه با خواسته همسرت مخالفت نکن، چون اگه مخالفت کنی اژدهای درونیش کشته میشه بیرون، با شما میجنگه. و چیکار کنم؟ چشمو بگو، اما موقع اجرا ازش خواهش کن اگر امکان داره، اگر ممکنه بعداً این کار رو انجام بدم. مثال، همسرت زنگ میزنه میگه آماده بشو اومدم بریم خونه مادرم، نگو نه، چشمو بگو. وقتی که اومد دید شما آماده ای و شما اظهار میکنی ببین من آمادگی لازم رو دارم، اما اگر صلاح میدونی به این دلیل من نیام یا فردا بریم، در 99% شما بر قلب همسرت حکومت کردی و ایشون اوکی میده. نکته دوم، تا میتونی همسرت رو تایید کن، خوبیاش رو به رخش بکش، تواناییاش رو به رخش بکش، سلیقه های خوبش رو به رخش بکش، اگر دست و دل بازه به رخش بکش. اما نکته سوم و بسیار مهم، خواسته هایی که از همسرت داری خواهشی بگو، امری نگو، چون مردان به شما از بالا نگاه میکنن. به همین خاطر شما باید زاویه نگاه طوری باشه که خواهشی باشه. اگر خواهشی باشه بیشتر اطاعت میکنن. مثلا میخوای به همسر زنگ بزنی بگی که برگشتنه گوشت بگیر، مرغ بگیر. اگر زنگ بزنی بگی یادت نره حتما بگیر، ممکنه نگیره. اما اگر زنگ بزنی بگی که میتونم ازت خواهش کنم اگر تونستی، اگر امکانش بود برگشتن مرغ بگیر یا گوشت بگیر، اون میگیره، چندین برابرم میگیره.